درود، من نرگس میرفردی هستم و اینجا پادکست کلاویه سیاهه. پادکست کلاویه سیاه به قلم دانیال سپهیاری پادکستیه که هر بار در قالب داستان‌های اجتماعی به موضوعات روانشناختی، مدنی و فرهنگی میپردازه و موضوع این اپیزود هم اختلال دو قطبیه و سینا طاهری زحمت تدوین اونو کشیده. فرهاد اون روز خوشحال بود. زنگ بعدی زنگ ورزش بود و بعد از 1 ماه از شروع سال تحصیلی بالاخره قرار بود اون روز یک معلم ورزش از طرف اداره برای کلاس اونها انتخاب بشه. بچه‌ها توی حیاط منتظر ورود معلم جدید بودن. ناگهان در به حیاط مدرسه باز شد و یک رنج‌روور مشکی آخرین مدل وارد شد. بچه‌ها داشتن فکر می‌کردن این پدر کدوم هم مدرسه یه خرپولی هست؟ یه آقای خیلی خوشتیپ و جوون از ماشین پیاده شد و دم زمین اومد و گفت: من معلم ورزش جدیدتون هستم. به خاطر آلودگی هوا امروز رو به کلاس میریم. همه عصبی بودن. فرهاد داشت به موهی فرش ور میرفت و با خطکش آهنی روی میز کنده‌کاری میکرد. معلم روی صندلی نشسته بود و با لبخند شکند اون رو تماشا میکرد. فرهاد ناگهان از کوره در رفت و فریاد زد: اگه قرار بود با تو هم مثل تموم هفته‌های گذشته ورزش نریم، پس بود و نبوده تو چه فرقی به حال ما داره؟ تو رو در شرایطی به عنوان معلم ما معرفی کردن که ارزش ماشین قدر سنوات سالیانه 30 سال کار تمام معلم‌های مدرسه است. قسم میخورم که تو یه بچه جاگره سادیسمی هستی که خیال کردی اگه کت چرم سیاه بپوشی و عینک دودی بزنی شبیه جیمز باند میشی، ولی تو فقط یه سفر کشکاری با مو هستی. همکلاسیای فرهاد سعی داشتن اون رو ساکت کنن. فرهاد که تازه متوجه شده بود چقدر بد موقع از کوره در رفته، خودش رو جمع و جور کرد و گفت: من فقط خواستم بگم خیلی انتظار این روزو میکشیدم. خیال میکردم قراره امروز بالاخره فوتبال بازی کنیم. سرش رو انداخت پایین و ادامه داد: معذرت میخوام. معلم ورزش خیلی خونسرد از جاش بلند شد و بین ردیف‌ها قدم زد. اسم من میثم تهرانی نسب هست. شما امسال شانس اینو دارید که سر کلاس کسی بشینید که یادتون بده ورزش توی هوای آلوده چقدر برای ریهاتون ضرر داره. این که معلمتون رو تو خطاب کنید چقدر کار زشتیه. اومد سمت فرهاد، آستین سمت چپش رو بالا زد و با اشاره به جای تیغ روی دستش ادامه داد: خود آزاری چقدر مشکل جدیه. آسیب زدن به اموال دولتی چقدر دور از فرهنگ متمدنانه است. اون داشت به کاریکاتور سفر کشکولی اشاره می‌کرد که فرهاد با خطکش روی میز تراشیده بود. فرهاد تمام راه برگشت رو با فکر و خیال گذروند. در شرایطی تهرانی نسب زخم تیغ روی دست اون رو به همه نشون داده بود که فرهاد تا قبل از اون روز از همه، حتی نزدیکترین دوستانش هم مخفی کرده بود. تهرانی نسب از کجا میدونست که فرهادی زخم روی دستش داره؟ چرا یک کسی که قیمت ماشین زیر پاش اندازه 5% از کل بودجه آموزش پرورش هست و ارزش ساعت طلایی دستش اندازه درآمد ماهیانه تمام کارمندهای یک اداره دولتی بزرگه، باید بیاد بشه معلم ورزش اونها؟ اینها سوالاتی بودند که ذهن فرهاد رو به خودش مشغول کرده بود. تهرانی نسب به دفتر مشاور مدرسه رفت. آقای مشاور یه آدم چاق و بی‌حوصله بود که داشت غذا می‌خورد. تهرانی نسب گفت: میخوام پرونده فرهاد عبدولی رو بخونم. آقای مشاور اون مرغ رو به نیشش کشید و جواب داد: ما اصلا همچون کسی پرونده نداریم. با قاشقش ته ظرف ماستش رو جمع کرد. تهرانی نسب فریاد کشید: چطور میشه از کسی که فقط چند میلیمتر بالاتر از رگ دستشو با تیغ زده هیچ پرونده‌ای نداشته باشید؟ مشاوره خیارشور توی دهنش گذاشت و جواب داد:
حقیقتش همچین کسی رو حتی نمیشناسم. تهرانی نسب به سراغ پرونده های زیر میز آقای مشاور رفت و جز چند پوشه خاک گرفته چیزی اونجا ندید. تهرانی نسب پرسید: شما چند ساله توی همین مدرسه خدمت میکنید؟ چطور ممکنه تمام پرونده هاتون 3 تا بیشتر نبوده باشن؟ آخرش هم که مال شخصی به نام اجدر بابایی بوده، مال سالها پیشه. مشاور تایید کرد و گفت: آره اون زمانها که جوان‌تر بودم ملکی پیگیرتر بودم. به هر حال اونم بچه خوبی بود، خدا بیامرزتش. اجدر رو؟ آره آخرش خودکشی کرد. تهرانی نسب شقیقش رو به آروم ماساژ داد و از دفتر مشاوره بیرون رفت. زنگ ورزش هفته بعدی رسید. معلم ورزش باز هم از ماشینش پیاده شد و گفت: باز هم خبری از فوتبال نیست و هوا باز هم آلوده است. اون روز فرهاد خوشحال به نظر می رسید و کوچکترین اعتراضی نکرد و تمام زمان کلاس رو توی دفترش یه نقاشی از سفر کشکولی کشید. تهرانی نسب نمیتونست علت این رفتار فرهاد رو متوجه بشه، در حالی که کنجکاو بود که اون روز فرهاد توی عصبانیت حرفای بیشتری بزنه. تازه لک خون مردگی زیر دکمه آستین اون نشون دهنده این بود که فرهاد نباید توی چند ساعت اخیر روز خوبی رو تجربه کرده باشه. پس از پایان کلاس تهرانی نسب بغل دستی فرهاد رو به دفتر دعوت کرد تا از اون در مورد فرهاد سوال بپرسه. تهرانی نسب از اون پرسید: تو میدونی چرا فرهاد هفته پیش اینقدر ناراحت بود؟ پسر جواب داد: نه، لابد به خاطر اینکه ورزش نرفتیم دیگه. تهرانی نسب باز پرسید: پس چرا امروز خوشحال بود؟ آقا تو رو خدا از فرهاد نمره کم نکنید، به خاطر رفتار هفته پیشش. اون گاهی فقط بی دلیل عصبی میشه، اگر نه خیلی وقتا مثل امروز بچه خوب و پر انرژیه. تهرانی نسب حرفش را قطع کرد: اگه امروز خوشحال بود پس چرا لباسش خونی بود؟ مگه خونی بود آقا؟ تهرانی نسب شقیقش رو ماساژ داد و گفت: میتونی بری. پسر پرسید: راستی آقا، شما که اینقدر وضعتون خوبه چرا معلم شدید؟ چرا مدرسه رو نمیخرید؟ تهرانی نسب گفت: سری پیش که رفیق در مورد ماشینم حرف زد بهش نگفتم نباید در مورد وضعیت مالی آدم ها باهاشون حرف زد؟ اون روز هوا بارونی بود. تهرانی نسب با ماشین فرهاد را تعقیب میکرد. فرهاد توی کوچه پس کوچه ها میدوید و مداوم ساعتش رو نگاه میکرد. اون توی دالون دره یه خونه ایستاده تا خیس نشه. چند دقیقه بعد پسری که سنش از اون بیشتر بود به سمتش اومد. چیزی به اون داد و از همدیگه جدا شدن. تهرانی نسب به جای فرهاد اون پسره رو تعقیب کرد و توی یه کوچه باریک خیلی ماهرانه با ماشین به اون زد. پسر زانوهاشو گرفته بود و توی آب بارون قطع میزد. داد میزد: هی چی کار میکنی آقا کوره؟ مگه نمیبینی دارم راه میرم؟ تهرانی نسب سراغ وسایل پسر رفت. اون پسر یک فروشنده ماریجوانا بود. تهرانی نسب تونسته بود آدرس محل کار پدر فرهاد رو پیدا کنه. پدر فرهاد یک تاجر فرش بود. تهرانی نسب وارد نمایشگاه اون شد و از پدر فرهاد پرسید: شما چند وقته میدونید فرهاد به اختلال 2 قطبی مبتلا شده؟ پدر فرهاد جواب داد: این دومین باری که یه دیوونه دیگه دارم میبینم مثل فرهاد. شما هم دارید مثل اون کلمات قلمبه سلمبه تف میدید. اولیش هم اون یکی زنم بود که سقط شد، البته دور از جونتونا.
اون یکی پسرم رو میبینی که داره فرشا رو به مشتری معرفی میکنه؟ اسمش فرشاده، مثل خودم بلده چطوری اسکناس رو اسکناس بذاره. این یکی فرشیده از اون کوچیک‌تره ولی بهتر از فرشاد نباشه، اونم بلده گیریم خودش از آب بکشه بیرون. این آخری همو نمیدونم چطور شد اینطوری از آب در اومد. بهش گفتم بیا تو حجره بشین ور دست خودم، اومد نشست، همش دست و موهاش میکرد. مشتری باهاش حرف میزد، حواسش توی فیلم بود که شب قبل دیده. اینقدر سرش داد میزدم که گفتم ولش کن، واسه اعصاب خودم هم که شده بذار بهش بگم تو فقط بشین تو خونه، پول شارژ اینترنت تو من میدم، تو فقط جلو چشمم نباش. اصلا این پسر رو از همون بچگیش که توی راه کار دستش دادن، دیگه آدم سابق نشد. ننش هم همین بودا، اون اوایل واسمون نقش فرش طراحی میکرد و خیلی سرش آرتیست بود. چند سال بعد به خودم اومدم دیدم گلای قالی زندگی من آبیاری کرده. تهران نسب بود شقیقهاشو ماساژ داد و از نمایشگاه زد بیرون. زنگ ورزش بعدی رسید. قبل اینکه تهرانی نسب بگه برید کلاس، فرهاد اومد جلوی ماشین و با دست چند بار ممتد کوبید توی کاپوت و گفت اینجای کوفتی که ما زندگی میکنیم اسمش تهرانه، اونم با ته 2 نقطه، نه ته که اول فامیل توه. این شهر کوفتی و مزخرف هر روز آلوده است. پس اگه نمیخوای تا آخر سال ما رو ببری فوتبال، به من بگو این ست ورزشی مزخرف رو که اگه نپوشیم تو ازمون نمره کم میکنی رو به بچهای کلاسای دیگه بدم که معلم اونها برعکس معلم ما میبرتشون ورزش. اون روز تهرانی نسب کلاس رو به مستخدم مدرسه سپرد و خودش با فرهاد گپ خصوصی زد. از اون پرسید تو که انقدر توی کنده‌کاری و نقاشی خوبی چرا اومدی دبیرستان؟ چرا نرفتی هنرستان و اونجا به طور جدی ادامه‌اش ندادی؟ چرا همین الان جای اینکه باکس گل بکشی و مغزتو پوک کنی نمیری آموزشگاه درست و درمون؟ فرهاد سرشو انداخت پایین. نمیخواست ارتباط چشمی برقرار کنه. آروم گفت پدرم نمیذاش کاری رو انجام بدم که به قول خودش مادر دیوونمم انجام میداد. تهرانی نسب دست فرهاد رو نوازش کرد و فرهاد سرش رو روی شونه معلم قرار داد و خواست گریه کنه. اما نه، یهویی سرش رو برداشت و گفت تو به چه حقی با من ارتباط میگیری؟ برو کنار، تو یه معلم ساده ای. تو فقط باید هر هفته ما رو توی کلاس به زمین فوتبال ببری. من نمیخوام کسی بهم نزدیک شه. من نمیخوام هیچ مرد دیگه منو لمس کنه. من از همه‌تون میذارم. فرهاد اشک صورتشو پاک کرد و از دفتر بیرون رفت. هفته بعد بارون میبارد و تهرانی نسب زودتر به مدرسه اومد تا با مشاور صحبت کنه. تهرانی نسب از مشاور خواست تا برگه بستری شدن برای فرهاد نوشته بشه تا اینطوری حداقل خیالش از سلامت جسم اون راحت بمونه. اما مشاور گفت بودجه روان و درمانی خیلی کمتر از چیزی است که من برای پسر بچه‌هایی که توهم افسردگی دارن و فکر میکنن اگه اسم خوشحالی و ناراحتی خودشون رو 2 قطبی بذارن عیش لاکچری و مرفعی به چشم میان مجوز بستری شدن بنویسن. تهرانی نسب باز هم شقیقه خودشو ماساژ داد. زنگ بعدی به زمین ورزش مدرسه رفت. فرهاد پرسید امروز که دیگه بارون اومده، هوا هم تمیزه، بذار فوتبال بازی کنیم. تهرانی نسب جواب داد آره، امروز هوا آلوده نیست، ولی فوتبال بازی کردن روی زمین خیس خطرناکه. اون زنگ بچه‌ها توی کلاس داشتن نقاشی می‌کشیدن و تهرانی نسب یه نقشه درست و حسابی. آسمون ابری بود. آخرین امتحان دیماه و بچه‌ها دادن و زودتر از وقت پایان مدرسه هر یک به خونه برگشتن. خیابون‌ها شلوغ شده بودن و فرهاد منتظر رسیدن اتوبوس برگشت. ولی ترافیک زمان انتظار رو خیلی زیادتر کرده بود. نم بارون یواش یواش روی بینی و پلک فرهاد فرود می اومد. در این لحظه یه چتر بالای سر فرهاد قرار گرفت. فرهاد بالای سرش رو نگاه کرد. یه دختر موفرفری چتر رو نگه داشته بود و گفت امروز ترافیکه. اگه میخوای پیاده بریم و از چترم 2 تایی استفاده کنیم. فرهاد منمن کنان گفت اوی شما هم مثل مال من فره. مسیر شما کجاست مگه؟ شاید اصلا هم مسیر نباشیم. دختر موفرفری جواب داد مگه شما اتوبوس این خط رو نمیخواستید سوار بشید؟
من به مرکز روان درمانی خیابون بالایی میرم. میتونی تا اونجا که مسیرمون هماهنگ است چترم استفاده کنی. تهرانی نسب از پشت شیشه ماشین رفتن آن دو را تماشا کرد و لبخند رضایت بخشی زد. همسر فرهاد خوابیده بود. فرهاد پسرش هم خوابوند و داخل ماشین در آغوش همسرش گذاشت و خودش کنار تهرانی نسب بازگشت که الان موهایش سفید شده بود. تهرانی نسب پرسید: هیچ وقت فکر نمی‌کردم دختر مو فرفریمو به یه مجسمه سازی بدم، ولی شوخی جدی شد. فرهاد خندید و گفت: شاید، اما من هنوزم نفهمیدم چرا میز مدیریت کارخونت رو ول کرده بودی و معلم ورزش شده بودی. تهرانی نسب از توی کیفش عکس قدیمی برادرش نشون داد و گفت: چون میخوام دیگه هیچ نوجوانی به خاطر بی‌اهمیتی اطرافیانش خودشو نکشه. چیزی که شنیدید اپیزود اختلال دو قطبی از پادکست کلاویه سیاه بود. من نرگس میرفردی هستم و از طرف خودم و همکارانم توی این پادکست، دانیال سپهیاری و سینا طاهری، از شما بابت شنیدن این اپیزود تشکر میکنم.